همون خوشبینیشون بسیار نابجا بود. شما در دنیای سیاست میبینید که همین مسائل طرفداری ها و مثلا تبلیغات کردنی به نفع یک طرف کلی میتونه منافع داشته باشه، منافع سیاسی، مالی و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران که هر فردی را که از افغانی ها میدیدن بالاخره یک کادوی بهش میدادن، کم یا زیاد، که حتی با آقای کرزی هم شنیدید که دلار زیادی داده بودن. در اولین جلسه که کرزی در ایران اومد در تالار وحدت به نظرم، در اونجا ما بودیم که پیش آقای کرزی دخترای ایرانی رقصیدن. شنیدی یا نشنیدی؟ نه بار اول آقای کرزی بود، بعد ساداتی که اونجا وزیر بودن، خیلی از وزرا اونجا بودن، مثل آقای جاوید و نمیدونم انوری و امثال اینها بودن، از هزارها بودن. ما طلبه ها از قم رفته بودیم در تالار وحدت، اون 2-3 طبقه است، بعد یک سکوی متحرک هم داره. اونجا آقای کرزی برای اولین بار اومده بود، اینم نشانیش. خب بعد آقا نشسته بودن اونجا، سکو بود، روی سکو یک دختری از بالا اومد که رقص سیمرغ انجام میده. از بالا از حوضش اومد پایین، حوضش هم رنگی بود، بعد با لباس آبی پا شد و بالاخره رقص شروع کرد. باز 2 تا شد، کم کم اینا رفتن پشت پرده و 2 مرتبه 10 تا شد. در حدود 20 تا دختر با لباس های گای آبی گای سفید اینا رقص کردن. خب بعدم اونجا کنار همدیگه نشستن، یک درمیان مرد و زن با همدیگه موسیقی اجرا کردن، از جمله همین سروری که هست، موسیقی که بیا بریم به مزار ملا محمد جان، بیا بریم به مزار ملا محمد جان، اینو خواندن. بعد از اون که اینا تمام شد، آقای کرزی اونجا رفت گفت که خیلی خوشحال شدیم، ما مدتی بود که موسیقی رو کلی از یادمون رفته بود، بالاخره شما به یادمون آوردید. خب بله، اولین سفری که کرزی اومد در ایران در تالار وحدت پیش 2002 2001 یا 3 هم وقتا. بعد آقا دخترای ایرانی رو اینجا رقصوندن. ما تعجب کردیم، این دولتی متعصبه که او رقص کردن اصلا پیش شوهرشون میگه حرام است. یک آقای فقیه بود در قم میگفت که رقص زن حتی پیش شوهرش در اتاق خلوت هم حرام است. خب این مردم چطور شد که پیش آقای کرزی آمدن رقص کردن؟ خب بعد شب آقای کرزی برده بود در کاخ سعدآباد، فرداش کرزی رفت پاکستان، از خود ایران رفت پاکستان. من خوب یادم اینا رو بودم، در همون مراسم بودم. بعد رادیو ایران اعلام کرد که بله کرزی قرارداد آب هرمن رو امضا کرد. اون وقت تازه من این موضوع 2000 به قول معروف جا افتاد که این به خاطر این بوده که کرزی رو وادار کنه تا قرارداد آب هرمن رو امضا کنه. کرزی به خاطر رقص دخترها و بردن در سعدآباد و امثال اینا دیگه. دیگه چیزای دیگه رو آره چیزای دیگه که بماند. اون چیزی که ما دیدیم اینطور بود. بعد من اون وقت فهمیدم که ها به خاطر که یک امضای از کرزی بگیرد این کارا را کرده. ببینید این جمهوری مقدس نمایی که چقدر الان با دخترها و زنان مردم جنگ میکنه، اینها رو کور کردن، زدن، کشتن، از سر دیوارا پرت کردن، خودتون میدانید. این نظام پیش آقای کرزی 20 تا دخترشون رقصاندن. من خودم شاهدم، بسیار از طلبه های قم را هم شاهد میگیرم. همون وزرای اولیه آقای کرزی که اکثر وزرای شیعه و سید و هزاره اینا که بودن همه در اون جلسه حضور داشتن. یک چیزی نیست که ما بتونم بگم دروغ است یا در یک اتاق خلوت بودن. نه خیر، اینطوری است. پس میبینید که جمهوری اسلامی از ما میتواند استفاده های متفاوتی ببرد.